بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله به نام شرط‌های نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. درسی ما آنجا که می‌فرماید شیخ الاسلام الشرط السابع شرط هفتم دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله، وقال البخاري وهو أصح شيء في المواقيت، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، وجاء الحديث عن ابن عباس عند الترمذي وانظر الإرواء. شرط هفتم این داخل شدن وقت. تا وقت داخل نشود نماز خواندن ممکن نیست. فهمیدید؟ یکی از شرط‌های نماز چی بوده است؟ در آمدن وقت. دلیل از سنت گیریم حدیث جبرئیل است علیه السلام که جبرئیل و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همچون تعلیم امامتی کرد، اما نبی یعنی امامتی کرد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اولی وقت و دویم روز آمده در آخری وقت. فهمیدید؟ یکم روز آمده در اولی وقت، دویم روز در آخری وقت. یعنی آخری وقت اون معنا ندارد که مثال گیریم وقت برای مثال نماز پیشین وقتش برآمده باشد و با آمده باشد، نه، این خیلی نه. برای مثال گیریم اگر نماز پیشین ساعت 1، برای مثال گفتم ساعت فایزه نگفتیشم، برای مثال ساعت 1 نصف روزه وقتی پیشین داخل می شدگی باشد، ساعتهای گویم 3 یا که 4 گویم تمام می شدگی باشد، معناش این که یکم روز آمده ساعت 1 امامتی کرد و دویم روز آمده نزدیک به تمام شبه، یعنی نماز پیشین با خواند که مثال گویم ساعت 4 شد. اینه آخر وقت می بیم، چون بعدی ساعت 4 عصر می دارد. فهمیده؟ برای من هر نماز چی دارد؟ اولی وقت دارد و آخری وقت دارد. یعنی برآمدن از آخری وقت نه، یعنی نماز همین خیلی تمام میکنید که به همین وقت تمام میشود. فهمیدید؟ بعد از اون گفت یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الصلاة بین هذین الوقتین، نماز در بین این دو وقت است. یعنی نماز از اولی وقت تا به آخری وقت خواندن ممکن است. خواهد از اول، در اولی وقت، در میانه، در آخر. البته بعد دیگر حدیث آمده است برای فضیلت بزرگ داشتنش نمازها رو در وقتش خواندن. حدیث طوری که به عربی خواندیم حدیث صحیح است. این حدیث امام احمد روایت میکند، ترمذی، نسائی. فهمیدید؟ کتابی که امام احمد روایت کرده است این حدیث نامش چیه؟ مسند میگویند، مسند امام احمد. فهمیدید؟ اما ترمذی و نسائی باشد اینا چی؟ سنن دارند، سنن ترمذی و سنن نسائی. و نیز حدیث را ابن ابی شیبه روایت کرده است. اینها از کی؟ از عبدالله ابن از جابر ابن عبدالله. و امام بخاری در مورد همین حدیث گفته است که این از همه صحیح ترین چیزی است در مورد وقتهای نماز. از همه صحیح ترین چیزی که ما و شما را وقتهای نماز میفهماند همین حدیث همه صحیح ترین است.
حدیث مذکور را شیخ البانی در کتاب الاروا صحیحش دانسته است و این حدیث از ابن عباس، از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب نیز آمدگی بوده است در نزد ترمذی. معلوم است که امام ترمذی از دو کس این حدیث روایت کردن، یکی از جابر ابن عبدالله و دیگری از عبدالله ابن عباس. و برای با تفصیلات پره نگاه کن به کتاب الاروا از آن شیخ البانی. و قوله تعالی و دلیل دایر به شرط هفتم یعنی در آمدن وقت سخنی الله تعالی است. میفرماید در سوره نساء آیه 103 ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، هر آینه نماز بر مؤمن ها کتابا یعنی فرضی، موقوتا در وقت تعیین کرده شده است. فهمیدید؟ کتاب به معنای فرض می شود. خیلی که الله تعالی در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، به شما روزه کتیبه نوشته شد. مراد از نوشته شدن چیه؟ ای فرضه، به شما روزه گرفتن فرض گردانیده شده است. در اینجا نیز ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا ای مفروضا فی الاوقات، یعنی بر مؤمن ها نماز چی شده است؟ فرض شده است. فی الاوقات، فرضیت نماز در وقت هست، یه وقت معین داره. و دلیل الاوقات قوله تعالی، و دلیل دائری وقتها یعنی نماز در وقتش خواندن دلیل از قرآن سخنی او تعالی می فرماید که اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقیم الصلاة یعنی نماز را برپای دار، لدلوک الشمس یعنی از همون وقتی میل افتاب، از نماز پیشین، وقتی نماز پیشین گفته ایستاده است، از میل پیشین، وقتی پیشین می شود. کدام وقت می شود؟ وقتی که همون افتاب در مرکز زمین است، گویم در وقت قیام راست ایستادگی است، اندک چیکار میکند؟ به طرف غرب، فهمیده؟ به طرف گویم مغرب برمیگردد، یعنی میل میکند. انا همون وقت نماز پیشین سر میشود. نماز را برپای دار از کدام وقت سر کرده؟ از وقت میل آفتاب الی غسق اللیل، تا نصف شب. غسق گفته از همون تا همون تاریکی 100% شب. کدام وقت تاریکی شب وای میشد؟ 100% میشود. همون وقتی که نیمی شب میشد، برای خاطر اینکه تا نیمی شب آفتاب فرو رفتگی است و نیمی شب اون طرف با آفتاب چی؟ به طرف برآمدن حرکت کرده ایستاده است. بنابراین چی؟ نیمی شب این چی؟ از همه تاریکی سخت میگویم. معلوم میشد است که از نیمی شب اون طرف کسی نماز خفته نخوانه، نمازش قضا شده گه. فهمیده؟ اختلاف از بین علما. بعضی علما گفتن که یعنی نماز بامداد، که نماز خفتن تا نماز بامداد است، ولی صحیح آن است که تا نیمی شب، یعنی که از همون فرو رفتن آفتاب حساب میکنه تا نماز بامداد چند ساعتی است. اگر 10 ساعت باشد 5 ساعت پس چی نماز خفتن وقتش میبراید. نه، در درون این نماز پیشین داخل شد، نماز عصر، نماز شام، نماز خفتن ذکر شد. یعنی نماز برپای دار از کدام وقت؟ از میل آفتاب تا نصف شب. 3 نماز یک جایه، نماز پیشین، نماز عصر، نماز چی؟ نماز شام. نه، نماز پیشین گفتیم ذکر شد
و نماز عصر و نماز شام و نماز خفتن 4 تا. و قرآن الفجر، و قرآن الفجر، از بس که در نماز بامداد قرائت دراز می شود، نماز بامداد را، همون نماز بامداد نومشا الله تعالی قرآن گفته ذکر کرد. و قرآن الفجر یعنی نماز بامداد را برپای دار. فهمیدید؟ در همین جا اگر اهمیت دادگی باشد، نماز بامداد مستقل ذکر شد. معلوم است که نماز بامداد این یک نماز می باشد که پیش از وی یگان نماز فرض نیست، بعد او نیز یگان نماز فرض نیست. یعنی گفتنی من از آن عبارت است که پیش از نماز بامداد وقتش در آمدن یگان نماز هسته؟ نه. نماز خفتن هسته؟ نه. نماز خفتن ما گفتیم تا نیم شب است، نیم شب تا نماز بامداد یگان نماز فرض هسته؟ نیسته. و بعد از نماز بامداد خواندنتان یگان نماز هسته تا نماز پیشین یگان نماز فرض نیسته. بنابراین نماز بامداد را در اینجا الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است که این نماز هست که پیش از او و بعد او یگان نماز نیست، نماز مستقل. 5 تا شدن. این قرآن الفجر کان مشهودا. البته گفتیم قرآن به معنای چی است؟ نماز است. نماز بامداد مشهود است، نمازی هست که یعنی حضور کرده شده است. فرشته ها در اینجا در این نماز جمع می شوند، گرد می آیند. فهمیدید؟ ان قرآن الفجر کان مشهودا. بله، خیال میکنم که کفایت میکند. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.